با سلامی دوباره بینندگان عزیز، از شما معذرت میپرسیم. اینجا مشکلی تکنیکی سر زد. ساعت به وقت شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 10:02 است. تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت من عبدالله اشرف شما را با سرخط موضوعهای برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در برنامه اخبار آزادی خواهید دید. اعضای بند FSB در تیومن جزا گرفت. دادگاه حربی منطقه اورال روسیه الکسی کراتکوف افسر FSB را که همچون عضو گروه جنایی به کشتار 7 نفر از جمله 6 نفر مهاجران کاری ایبدار میشد به 24 سال زندان محکوم کرد. کراتکوف یگانه عضو این گروه جنایی بود که تاکنون جزا گرفت. دادستان به اعضایان دیگر این بنده حبسی 1 عمر طلب کرد. بیننده ارجمند، در برنامه اخبار آزادی درباره قتل و کشتارهای بی‌رحمانه این گروه از جمله کشتار مهاجران کاری تاجیک برایتان خواهیم گفت. ما را در پخش مستقیم برنامه همراهی کنید. مهندس و لایحه‌کش بودن نمیخواهم دیپلمات و یا پروکورور میشوم. تاجیکستان به متخصصان علوم دقیق، مهندس و برنامه‌ساز شدیداً نیاز دارد، اما داوطلبان اختصاص‌های گومانیتری را بیشتر انتخاب میکنند. در نتیجه ارتش حقوق شناسان و اقتصاددان‌های دیپلمدار می‌افزاید که در کشور برای آنها جای کار نیست. چرا داوطلبان طلبات بازار را نادیده می‌گیرند؟ در این باره در اخبار آزادی برایتان گزارش خواهیم داد. سابقه دار جنگ دوم جهان و گئولوژی در تاجیکستان از پرزیدنت بلاروس کمک خواست تا در خرید یک منزل زیست در دوشنبه به او کمک رساند. لیاکادیا کفتون، زنی 91 ساله بلاروس تبار، 70 سال باز ساکن دوشنبه است. با امید خانه وسیع‌تر اتاقش را در یک بلند آشانه دوشنبه فروخت و پولش را به شرکت ساختمانی داد. شرکت کساد شد، اما لیاکادیا به خانه ماند. خویشاوندان از بلاروس او را به نزد خود می‌خوانند، اما او از لوکاشنکو برای خرید خانه در دوشنبه کمک می‌خواهد. چرا این زنی بلاروس تبار از دوشنبه دل کندن نمی‌خواهد؟ بیننده ارجمند، در برنامه اخبار درباره این زن گزارش داریم. منتظر باشید، آن را با هم می‌بینیم. خوک‌های پکنه، تحفه‌ای که با آمدن سال نو 2019 که با حساب مچل سال خوک است مد می شود. اما خریداران هنوز درک نمی کنند که خوک‌های پکنه تا چه حد می توانند بزرگ شده روزگارشان را تباه کند. می خواهید خوک‌های پکنه را که در کف یک دست می گنجند با چشم سر ببینید؟ پس تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادنا کلاسیکی دسترسند.